درود به همه شما بچه های چنل رایت لایتنینگ بکس. بچه ها به چنل خودتون خوش اومدین. امروز اولین گیم پلی چنلمون رو میذاریم و شروع میکنیم با رزیدنت ایویل 7. خب الان بازی رو چند بار تموم کردم، ولی حالا من میرم البته روی مود ایزی براتون میرم که سریع بازی رو ردش کنیم. من همراه بازی ترجمه هم براتون میکنم که چی میگن و حالا خلاصه. خب میگی که سلام عزیزم، من میخواستم سلام کنم و بگم که دوستت دارم. خب خبرهای جدید، من به زودی میام خونه. خب میگه که من نمیتونم صبر کنم تا این کار نگهداری بچه تمام بشه، بیام خونه پیش همسر عزیزم. دلم برات تنگ شده و آره میگه من باید برگردم سر کار. ایتن دوستت دارم و آره خداحافظ عزیزم و آره بله ایتن خب تو درست میگفتی، من نباید به تو دروغ میگفتم، من نباید این کار میکردم، ولی تمام چیزی که میتونم بهت بگم، اگه این ویدیو رو دریافت کردی دور بمون. بله خب دیگه بچه ها، خلاصه داستان شد که ما اسممون ایتنه، یه زنی داریم که بهمون گفته که همین کلا ویدیو فرستاده، گفته که اگه ویدیو رو گرفتی دور بمون از من. خب سلام من ایتنم. یا تو خوبی؟ تو حالت دیشب بد شد. میگه آره من خوبم. موضوع میاه، اون نمرده، اون زنده است، اون برگشته. چطوری اونو پیدا کردن؟ میگه که من نمیدونم چطوری، ولی اون برگشته. میگه شاید یه شوخیه، میخواد برم دنبالش. میگه کجا؟ میگه دالوی لوئیزیانا. میگه داشت 3 ساله. میگه که میدونم، ولی اگه واقعا اون باشه باید ببینم چی شده. خب بچه خلاصش این بود که ما یه زنی داریم مثل که 3 سال گم شده و الان داریم میریم دنبالش دیگه. بچه صدا یکم بده و خیلی بده، یکم از بد نیست، خیلی بده. در ویدیوهای دیگه کیفیت صدا قطعا بیشتر خواهد بود. الان به خاطر اینکه کابل میکروفونم خراب شده و آره دارم با هدست ضبط میکنم. خب بریم. خب این مکانه. امیدوارم دکمه رکورد زده باشم، چون اگه لا کسی جواب نمیده. صابخونه. خب صابخونه ندارم. خب این چیه؟ یک عدد ونه سفید بازش کن. چی؟ سورگیتورز پروژه پروپسال سنیک اینتو ا لوئیزیانا گوست هاوس. جوین است به ما ملحق شد. چی دیگه؟ همین رفتن به یه خونه روح زده تو لوئیزیانا. عکس هدیه اون دختر رو قبول کن. البته میگه هدیه اون رو قبول کن، ولی چون اینجا هر گفته منظورش دختر دیگه، زن، حالا هرچی. این کیه؟ مثلا من نمیدونم. آره بچه من اصلا نمیدونم. آره خدایا بسم الله، باورم نمیشه دارم رکورد میکنم. بچه ها حمایت کنید حتما. پارت 2 رو شاید بذارم، ولی پارت 3 رو نمیدونم بتونم بذارم یا نه، چون درگیره خیلی کارهای جالبی هم وقتی اول مهر میشه. ایوه این چیه؟ گواهینامه رانندگی. بله این چی بود؟
چی میگه؟ میا وینترز. زنمون میا وینترز، مام ایتنیم اسممون. برامون فرستاده گفته که بیا دنبالم. ما گفتیم چش، الان میایم دنبالت. بله بابا. لا 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 لا. در رو چرا میبندی؟ حالا خب اوکی، نو پرابلم. الان صاحب خونه من اومدم مهمونی. بچه ها اینجا غذای سر خود دارن. او شیت. حالا خب باش، چیز مهم اینجا نداره. بیشتر از 20 تا گم شده در 2 سال. اوکی خب بریم بالا ببینیم چه خبره. اول در قدم اول بریم بالا. بچه ها اینو در موردش بگم، این یه فوتیجه در مورد اون گوره سورگیتوره که قبلا اومده بودن اینجا. یه سری فیلم بهمون میگه و بهمون میگه که چیکار کنیم، یه در مخفی رو باز کنیم و با اون در مخفیه بریم یه جای. اون موقعی که باید گیم پلی بزنم دیگه وقت نبود گیم پلی بزنم، نمیتونستم. بهمون هیچی دیگه، یارو میگه که این کارو بکنیم. خیلی جالبه، یارو معلوم نیست از کجا میدونسته ولی میدونست. خیلی خوب، بعد چی دیگه، یکی از اعضای گروهشون میفته پایین و بله اتفاقای جالب براش میفته. شد باشه این پارت شاید بیشتر از 10-12 دقیقه نتونم بذارمش. یه سری جاشم به لطف پلیستیشن عزیز کات میخوره، خیلی ممنونم. و آره به خاطر همین یکم کم میشه، حدود 20 ثانیهش کم میشه. باورتون میشه من این پارتو بیشتر از 4 بار رکورد کردم ولی یه بار صدا نبود، یه بار تصویر نبود، یه بار صدا با کیفیت بود، همه چی عالی بود ولی چون صدا جدا رکورد شده بود پلیستیشن هم عقب جلو میکنه ویدیوها رو، اتفاقای خوبی افتاد و کل ویدیو به فنا رفت و این صدایی که دارین میشنوید 20 برابر بهترش رو قرار بود بشنم. الانم کابلم خراب. خدا بده شانس بباش. خدا چرا ندادی شانس به ما عزیزم؟ اینجا جای خوابیدن نیست، من الان کلوبری برم عزیزم. خدا لعنتت کنه بمیری دیگه. البته مردی بنده خدا. هنوز اونجا نیافتی دنبالمون پسر قشنگ. ایول این کیه؟ ایول زنمونه. ایول اینا چیه؟ ایول مرد، تبدیل شد، تبدیل. کلنسی چرا نوشته ال بچه ها روی اسمش؟ ال هم اصلا مخفف کلمه لایف نیست و کلنسی اصلا زنده نمیمونه بچه ها. بچه ها گروه سورگیتورز یکیشون اسمش کلنسی بوده که فیلم بردار بوده، یکیشون آندره بود که جنازش همین الان توی اون تونله دیدیم، اسم یکیشون هم پیتر بود. خب چی میگه که من بالاخره پیدات کردم. میگه تو خوبی؟ میگه تو نباید اینجا باشی. میگه منظور چیه؟ تو با هم تماس گرفتی؟ میگه نه من این کارو نکردم. این کارو کردم؟ نمیدونم اصلا. یه کسی دیدت؟ اون دیدت تو رو؟ یه چه کسی؟ یه بابایی داره میاد، ما باید بریم. یه همین الان باید بریم. حالا 2 دقیقه میموندی، حالا میخواستیم خودت توی جایی که امن باشه. یه نمیخوای بهم بگی چه اتفاقی افتاده باشه؟ میگه که تو برای 3 سال گم شده بودی و میگه واقعا 3 سال شد؟ آره عزیزم 3 سال شد، شما حواست نیست حاج خانوم. از این جاهای رزیدنت اویل متنفرم که باید پشت سر یکی انقدر آروم آروم راه میره منم راه برم. بودو دیگه. میگه ما باید از اینجا سری بریم. من فکر کنم از این برم. برو دیگه. نیم ساعت حالا ساعت. بچه اینجا کارهای خیلی قشنگی انجام میدادن. ایول خدایا. میگه ما باید صحبت کنیم. میا تو
پیام برای فرستادی. میگم نه من نبودم، من انجامش ندادم. میگه فقط بهم بگو چه اتفاقی افتاده. میگه من هر چیزی که میدونستم بهت گفتم. دارم میگم یعنی یه جوره. خب بیا برو گم شو. ببین تنها چیزی که تو اویل 7 ازش متنفرم با های مسخره است. کسی دنبالمون نکنه اینجا. میگه اون خانواده برام از اینجا غذا می آوردن. حالا خب فقط عجله کن عزیزم، ما هم عجله داریم، به خدا ما هم کار زندگی داریم، الاف تو که نیستیم. سرما هم خوردیم بابا. عالیه. یه اینجا این بره همینه، همچی چیزی. میگه که این همینه. چرا اینجا دیواره عزیزم چی شد؟ میگه من این اتاقو یادمه، یه در دیگه اینجا بود، من مطمئنم. میگه اون گم شده، اون اینجا نیست. آره عزیزم انتظار نداری که بمونه. میشه اینو ببندی؟ آره بچه با ضربه در میتونی در رو ببندی. خب کجا بریم؟ اینجا بریم. لحظه صبر کن، اینجا قبلا چرا تنات بذاری؟ وای ببین اینجا رو میبینم و متنفرم از اینجا. یه DLC هم نمیشه بهش گفت، یه جورایی تیزر تور میشه بهش گفت. بگینینگ هاور بچه ها. مپ هایدین پسیج بچه ها، یه بگینینگ هاور داره اینجا. دهنمون صاف شد، یعنی دهنم صاف شد تا تمومش کنه. بعد بیچاره شد. هوشت در نزن. اومدم. سغرا خانوم، کلسوم تویی؟ کلسومی مسخره بازی. کلسوم کلسوم ما رو پرت میکنه. ایوه حالا یه پرتاب 2 امتیازی. کلسوم جلومونه. کلسوم اتفاقات خوبی براش میفته. کلسوم آخرش نفهمیدم توی مرحله باید کلیک کنم آردو رو یا باید آردو رو بگیرم. ولم کن زنی که بی حیا. برو بر. او شیت نکن بچه. او شیت حاجی فکر کنم یه ویدیو باید بگیرم در مورد داستان اویل 7 توضیح بدم. او شیت میگه من میتونم اونو، میگه دارم حسش میکنم که بهم چنگک میزنه، پنجه میکشه من جوره. از من دور شو، من خیلی بدم. دیزرو نمیدونم معنیش چی میشه دیگه کارش سخت و از من میگه چیکار میکنی میا آدم جالبیه. دلم نمیخواد از اید مد کیتام استفاده کنم و اید مد در واقع کمک های اولیه نمیخوام استفاده کنم. چه خبره؟ بذار برم اونور. اینجا هیچی نیست. در پایینم که طبیعتا باید قفل باشه. عزیزم نمیخوای بیدار شی؟ بیدار شی. او شیت دستم رو نگیر. نمیخوام لیو بدیم عزیزم، جای فایت بدیم. او شیت بشی نشو. پارت 1 رو همینجا تمامش میکنم. و چرا اینجا؟ خیلی سوال خوبیه چون که گیم پلی یهو متوقف شد. خیلی خوب گفتم پلیستشن از این صحنه ها رو کات میکنه. فعلا اینجا متوقفش میکنم، بریم واسه پارت 2. خب بچه ها من یه چند تا چیزی رو گفتم که به هر حال آخر ویدیو بگم. بچه ها
کیفیت ویدیوها خیلی پایینه، به خاطر اینه که اکثرا من نمیرسم ویدیو رو ادیت کنم. یه خورده به هر حال مسئله درس و اینجور چیزا، یه سری هم واقعا خودم نمیرسم، به خاطر همینه. ولی در مورد کیفیت صدا اینا، من چندین بار ویدیو گرفتم که کیفیتش هم اتفاقا خیلی خوب بود، ولی چون پلی‌استیشن یکم فیلم ها رو عقب جلو میکنه یه سری مشکلات براش به وجود میاد و به خاطر همین صدا خیلی بیکیفیت شده نسبت به اون چیزی که بوده. و منم کابل تایپ سیم یه جورایی خراب شده و آره کلا به فنا رفتیم. باید برم یه کابل تایپ سی بگیرم که ویدیو بهتر باشه و از ماه آذر به اون ور کیفیت ویدیو رو خیلی بیشتر میتونم بکنم. مرسی که گوش دادین و دیگه بریم که بهتر کنیم.